بیا. قماندان صاحب، اون نفر زنده است. او تروریست زنده است قماندان صاحب. این تصویر 6 ماه قبل در پلچک در جریان یک نمایش در میدانی گرفته شده قماندان صاحب. نام و هویت خود تغییر داده قماندان صاحب. بعد از 2012 در اروپا فعالیت‌های خود آغاز کرده قماندان صاحب. و قبل از اینکه پروسه جذب سربازا شروع شود با یک تذکره جعلی داخل کشور شده. مترس؟ کاملا همین قسم است قماندان صاحب. و چهره فعلیش باید دست پیدا کنه. هرچه زودتر چهره ای را با دیگرها شریک بسازیم. چی کده میتونیم؟ داخل سیستم شده تصویر او را همگانی ساخته میتونیم قماندان صاحب. همین بهترین راست. پس این کار انجام اطاعت میشه. مراد امر کنین قماندان. امروی وکیل گذر گپ بزن که به پلیس خبر بده. اطاعت میشه. اینا رو ببرین تو. استان کوتندار، تو کجا میری؟ سرزمین های میرم قماندان صاحب. چی میکاری؟ کچولو میکارم. قماندان صاحب، چی شده؟ هدف ما ای است. نکن پایین شو. گفتم پایین شو. پایین شو. یا پایین شو. پایین شو. کار بسیار آسان است که سربازای بدون سلاح را از بین ببری، نه؟ ها؟ بلند کنن این بی‌شرفه. وظیفه تمام است دوستان، میریم. افسر، تشخیص درست بود. سرتیم تروریستا در قریه از زنده دستگیر شد. تمام گروپش هم از بین برده شد. وطن زنده باشه قماندان صاحب. حالا به اردوگاه محلی برمیگردن. شما هم اینجا خود رسیدن. با هم چای خود نوشیدیم. اطاعت میشه قماندان صاحب. ایهان، او آدم سربازای تا شهید کرد، بله، اما بچیم اجازه نده که تو را از بین ببره. فهمیدی؟
خوش آمدی توران صاحب. زنده باشین قماندان صاحب. به همتان تبریک میگم. شما یک پیروزی بزرگ به دست آوردید. زنده باشین قماندان صاحب. برای ما گفته شد چند لحظه بعد هلیکوپتر اینجا خواهد آمد. استراحت کنین توران صاحب. قماندان صاحب اگه اجازهتون باشه میخوایم با شیر بچه معرفت پیدا کنم. خوب میشه. بفرمایید. زنده باشین قماندان صاحب. سردار امر کنیم قماندان صاحب. برو کتی شیر بچه ها گرد بزن. اطاعت میشه. کماندوها قیدایتان همه تان بکشین و با گپای ما با صدای بلند تکرار کنین. گوشایت خوب باز کو پیش رفت. بیبی که با کیا خود زدی. ما ترسا نمیشناسیم. ما مردان کوه ها هستیم. در آسمان ها آشیانه ساختیم. با پیروزی برمیگردیم. موانی بزرگ پشت سر میگذرانیم. کوه های پرفراز و نشیب را دست به دست هم داده به طرف ابرهای آسمان حرکت میکنیم. به خاطر که یک سرباز کماندو هستیم. ما یک سرباز کماندو هستم. دشمن با پنجه های فولادین از بین میبرم. در همه جای موجود هستم. در هوا، در خشکه، در بحر، در دشت، در بیابان، در گرداب ها، همیشه و در همه جا آماده هستیم. آماده هستیم. آماده هستیم. آماده هستیم. آماده هستیم. کماندوها، کماندوها. قماندان صاحب. خداوند حافظ کماندوهای ترک باشه. درست است. اگه چیزی فهمیدین فوراً به من خبر بدین. نهاد نیست. ارتباط برقرار نمیتونیم. نفر ما گم است. با نظر چی شده باشه؟ نمیفهمم. اونا درباره یک عملیات کت میزدن. اگه نهاد گرفته باشن این کار اصلا به نفع ما نخورد. داونیم بجا بیا کبلای. درست است خانم. شب بخیر. با اروپایی ها وعده زیاده دادیم. یگانم پیسه گرفته. نهاد بیبی در این وقت مهم ما را الا کرد و رفت. آدم احمق. شاید دیگه چیز شده باشه جانم. یعنی امکان داره که دستگیر نشده باشه و دیگه به خاطر یک اشتباهی نهاد است. تو چرا خودم مقصر فکر میکنی؟ درست است که او سالا با دست گرفته اما تمام عملیات ما پیش میبرم. تو چی انتظار داشتی؟ اصلا خوش آمدی. تو بودی؟ سلای چی؟ کی استفاده میکنه؟ سلا گفتی سالا دیگه در دنیای ما همین قسم میگن. تو پیسر میتی اونا عملیات پیش میبرن. یعنی یک اصطلاح است. به هر صورت گوش نشدی. برات یگان چیز آماده کرده بودم. گوش نیستم. بیشتر به استراحت ضرورت دارم. اگه اجازهتان باشه برم استراحت کنم. البته. مطمئن شو چیزی رو نفهمیده باشه. نمیتونیم بیشتر از این خطر قبول کنیم.
تیم شمشیر وظیفه خود با موفقیت انجام داد. در خدمتتان هستیم قماندان سعید. بسیار تشکر. زنده باشین. دربارش چیزی را فهمیده تا نیستن؟ متاسفانه تو هنوز نه قماندان صاحب. پافشاری میکنه که افشا نشه. میفهمم چه قسم افشا بسازمش. فردا میگه وطن من دوست دارم، پس فردا اعتراف خواد کرد. هفته آینده قسم اظهار میکنه که آماده خدمت است. آفرین، کارتان عالی بود کام. آفرین. زنده باشین قماندان صاحب. اوه کم است که سرم بکفم. من باید یک گلاس چای بخورم. چی کردی که سرت درد گرفته؟ شایم میخوایی قماندان صاحب؟ شوخی کردم، هیچ بدل نگی. یک از عملیات برمیگردیم به قرارگاه میاییم، واقعا احساس راحتی میکنم. گوش کرده باشی که در ذهنتان نبیاری بچه. در کجا بخوابم؟ در کوچه بخوابم؟ حالا من چی؟ هر جایی که خواب میکنی خواب کن. درست است. تمام گپایت به خاله سلور میگم. او باشه سردار، چشمایت میکشم. اطاعت میشه قماندان صاحب. بازی نکن برو. بانک قرار ما بتون قماندان صاحب. صفایی بم. خیر ببینی بیادر. حالا خودمون موتر نداریم، چرا قسم در تکسی رفت آمد میکنیم؟ هیچ نمیفهمم. ای مگه سردوخ، پول تکسی را خب مدادم. چند دقیقه بعد در تخت مام خو میکنی، سبا یخن قاق مرم میپوشی، جورابای ما خو هر روز پوشی در رایستی، باز حال از موترم شکایت میکنی. به سایکو خاله سلوارم در خانه است، فهمیدینی ازت شکایت نکنم، باز خودت جواب میدی ها؟ بله. همین قسم همیشه با هم جنجال کنین، ما هم زودتر به خانه بریم. بریم حالا قماندان صاحب بیاین. حالا دیگه آی قسم میخورم شما که قسم جنجال میکنین. بعضا بچه‌ای ما هم خنده میآید. بیا زودی روز ولادت به خنده ندارین. با این جنجالا براستی زیاد خنده میکنم قماندان صاحب. شب بخیر، متوجه خود باش. بایرام تو آدم خوب هستی. بگی بچه‌م امیر فرزندی بگی که بیغم شد. آی قماندان صاحب با نفهم است. درست است. این تو را پدر صدا میکنم بایرام بیادرم. این قسم نگوین، من میشرمم قماندان صاحب. بریم دیگه، بریم که مادرم پریشان میشه. بیا شب بخیر بیادر. شب بخیر. های بچه خوش آمدین. خدا رو شکر که صحیح و سالم برگشتین. خدا رو شکر. بایرام خوش آمدین. خوش باشی سلوار مادر. قماندان صاحب شبتون بخیر. شب بخیر بیادر. آی خدا رو شکر که صحیح و سالم برگشتین. الله چی شد؟ آی چی شده؟ خدایا هزار بار شکر. خدایا هزار بار شکرت. آی ایران خدیجه، ایران بی وای خدایا ماشاءالله. آفرین به تو ایران. قماندان صاحب ایران راه میره، به خدا کرا میره، به خدا کرا میره. بیبی سردار بچه‌م راه میره. میبینی سرور مادر اینه بیبی، بچه‌م راه میره، بچه‌م راه میره. آی خدایا چی شد اکیرا؟ برو بچه‌م برو پیش برو. تو از دنیا خبر نداری پدر کلان. ایران راه میره پدر بیبی. حالا بچه‌م حالا یه قدم دیگه هم بان. آفرین خدایا هزار بار شکر. خدایا شکرت. آخ بچه‌م خدایا شکر. خدیجه خدایا هزار بار شکرت. اگه پیش دوران بیادر بریم چی؟ اجازه نمیتن، فورا متوجه میشن. راست میگی. مراد بیادر یک خانه بگیره که بی غم شوی. قسم میخورم یک دروازه دگان باری ما باز میشم. دیگه چی بخوای؟ گوش که غالب میگم بریم همی جا یگان چیزا رو مرک کنیم. دلم بخی بیال شده، بخی بشیمه شدیم. انرژی زیاد داشته باشه بچه‌م. قابلی دو پیازه یا کباب جانم هستی. ماهی والله کباب گوسفند. درست است، کباب گوسفندی را میخوریم. بس گوش که بچه من برای چی میگم، دو خوراک خود من برای تنهایی خودم میخورم. باور کنی برات راست میگم. خب بعدن چی؟ فهمیده شد امشب به خانه نمیریم ها؟ خانه بریم چی کنیم بچه؟ میخوایم کمه بگردیم، چکر بزنیم. یگان من میرم تو خانه برو. بچه خودت خانه برو. صبر کن ما میایم.
صبر کن بچم، تو پیسه داری؟ من خود ندارم. تو نداری؟ از خود بگو. نداری؟ نه. دقیقه سهش هستی بچه، دقیقه سهش هستی بچه. بیا که داخل بریم بیبی، ظرفا را نشویم، چی بگویم، پاکاری میکنیم، یگان کار میکنیم دیگه. باید داخل بریم، اگه ضرورت شود جنگا میکنیم، اما باید داخل بریم. حالا بیا. تارا در رولی زنده ماندم سرباز. اینی که ما باید داری نه؟ ببی سرباز، هرچی با ما میکنی بکن، اما ما گپ نمیزنم. امی کارم هم میخوایم. برات پیشنهاد می است تا زمانی که در جانت نفس است دعا کو که تا از بین بری. اگه یک روز هفته و دیده تانستی و بیرون شدی، آدم های زیادی است که به خاطر از بین بردن تو حال زیاد صبر کردن. به شرف به ناموس. جنگای زیاد را دیدیم، اما متفاوت تر از هم. من طرف حق بودم، تو طرف باطل، طرف مردا بودم اما تو طرف بیشرفا بودی. مجادله زیاد را دیدیم، زد و خورد زیاد را دیدیم. جنگ چی مانا؟ جان انسان، خون، مرمیایی که فیر میشن، کمینایی که مانده میشن، ماینایی که انفجار میشن، آوان و توپا و راکتا، انفجارا، خونای جاری و اعضای بدن که هستن جدا میشن. تمام اینا را دیدیم، تمامشانه. اما در این تجربه چندین ساله جنگم تنها 2 بار بی خود شدم و دلم بد شده. فهمیدی؟ اولش از او کار بیشرفانه تو، دیگه شام مارچ 1993 در یک عملیات بیرحمانه 33 جوان به شکل ظالمانه به شهادت رسیدن. مسلح نبودن، نه تفنگ داشتن و نه تفنگچه و نه برچه، حتی ناخونگیر هم نداشتن. همراهشان یک مرمی هم نبود. لعنتی از بدن هر کدامشان 50 مرمی بیرون شد. 50 مرمی. از جسد یک شهید ما 50 مرمی را بیرون ساختن. وقتی که موضوع سرباز ما باشه، حساب و کتاب تمام میشه. حساب اگه تمام نشه، خونریزی زخم متوقف نمیشه. هر سرباز ما، هر قطره خونش به خاطر
خاطر حساب پرسی اونا روز سر شما شب میکنیم. ایره باید بفهمی این ملت حساب اولادای خدا و تمام خوبیای خدا یکی یکی خواد گرفت. اگه با صفت انسان عادی در مقابلت میبودم بالای تمام مقدساتم قسم میخورم همینجا سرت از تنت جدا میساختم، اما در مقابلت با صفت دگروال کپوز استادستم و من از تو یک فرق دارم، چون که من انسان هستم. دگروال با گپای احساساتی به نتیجه رسیدن نمیتونی. ما گپ نمیزنم. ها اگه گپام بزنم با شرایط مساوی، با تفاهم نامه و به شکل داد و ستود میباشه. ما او قسم گپ میزنم. صدای ما از دستم گرفته میتونی، اما ما سیاست خدا پیش میبرم. همیشه عملی میکنم و هم در زندان عملی میکنمش. قدرت مرا دست کم نگید دگروال. قدرت چی لعنتی؟ ها؟ درباره قدرتی گپ میزنی که از شیر بچه های ما مثل موش فرار میکنه نموره میگی؟ حالا یلدز بیا. سعیس مادر کجا میریم؟ چای صبح خونوش جان میکردیم گوش نشدیم. سردار بچه‌م برات گفتم که کار داریم، ایرانه به شفاخانه میبریم. آماده هستی سلور مادر؟ آماده هستم. بسیار زیاد تشکر. ما صبحانه را آماده کردیم، چایم دم کردیم سردار. فقط برات میندازی و میخوری همه قدر جانم. درست است، ما گفتم یک جایی بخوریم. این اصلا که ایرانم گشنه است. این طفل گناه داره، باور کن. نه چرا گشنه باشه؟ شکمش سیر کردیم. قماندان صاحب. مادر خیرت باشه، کجا میری؟ بلیاز خدا به شما دانه بگویم بچیم. گفتم که ایرانه به شفاخانه میبریم و دیگه تو کجا میری؟ قسم آماده شدی نه آمدی؟ کم استراحت کو. نه مادر من وظیفه میرم. دیروز از وظیفه آمدی لالا باز. آی وظیفه چی؟ اگه وظیفه باشه ما چرا نمیم؟ قماندان صاحب بگو قماندان صاحب. اوی از او وظیفه نیست، وظیفه عمومی نیست، یک وظیفه سبک است. یعنی چی؟ وظیفه داخل شهری است. درست از داخل شهری کس برو. کجا میری بیادر؟ به خانه سالمندان میرم. وظیفه جدیدم در اونجاست. خداحافظ مادر. بیادر میگفتم اگه نه وظیفه خوش قماندان صاحب. وظیفه چی؟ من میفهمم کجا میره. بریم بریم. اما خانم خندان دگروال کپوس خون آمده، مثل که سوی تفاهم شده. نه خیر جنرال صاحب، ببینید به ملاقاتتان واقع آمده. قماندان صاحب میفهمی که از آمدن ای جوان من بسیار خوش شدم. خانم خندان طرف ای جوان خوب سیل کن. ای بچه در مقابل دشمنا مثل خار چشم است. ای بچه مثل یک شیر جنگجو است. خانم خندان ای بچه جوان کسی که نزدیک از جای کپوز پر کنه ای شخص کاندیده است. بچه کار خوب کردی که آمدی. قماندان صاحب مرا بیشتر خجالت ندین. سلام خانم خندان. خوش آمدین. خوش باشه. با اجازهتان. بفرمایید. با اجازهتان قماندان صاحب.
فکر میکنم اجازه میتین که به میمانای ما چای و قهوه تعارف کنم. خانم خندان چطور، نظر چیست؟ البته جنرال صاحب، چرا که نه شما تنها چای خاص خود می نوشین نه؟ البته لطفاً دلکتون جمع بگیرین. بسیار خوب، با امید دیدار. بچه گوش کو بچه، بر ما یک قهوه کم شکر و از چای برنگ و بمزه، چایی که هیچ کس خوشش نمیایه، بر ما یک گیلاس بیار. حالا بدو دیگه، بدو بچه، حالا زود چو بیار. اطاعت میشه قماندان صاحب. در روز رخصتی چی پلانایی داشتم، چی کارایی میکردم. ببینین غلط درک نکنین، از اینکه متوجه شما هستم ناراحت نیستم، اما ذاتاً یک انسان اجتماعی هستم. صحبت و گفتگو را دوست دارم، صحبت و قصه بر من جالب است، وظیفه مام جالب است. دیروز با 100 کماندو مرش کماندو را تکرار میکردم، اما حال خاموشی است، قدر بد نیست. یک خاموشی عالی است، خوشم آمد. حتی صدای نفس کشیدنم شنیده نمیتونم. بلیاز خدا می زبانه که تا شور به کاکا جان گپ بزن. بله. با کدامش بله؟ بله به خاطر گپ میزنی یا بله به خاطر گپ نمیزنی؟ بله. درست است. این صورت ما برات میگم. خب روز گذشته به وظیفه‌ام برآمدیم، روان بودیم، میفهمی زیاد پیاده روی میکنم، بسیار زیاد پیاده روی کردیم، عقلت قبول نمیتونه. اما در جریان راه رفتن چی میکنیم؟ گپ میزنیم یا از طریق مخابره یا روی در روی، چرا که صحبت کردن زیاد مهم است. کاکا جان فهمانده میتونم باش که من برام متوجه باشی، جای نری، آرام در جای بشی. بله بگو دیگه. ها بله. بله زنده باد. بله. سلام، من اصلا از کایناک هستم. با قاکان زنگ زده بودم. خانم اصلا خودشان نیستن، اگر پیامی دارین رسانده میتونم. قسم است. خودش کجا پیدا میتونم؟ در خانه سالمندان. خانه سالمندان؟ بله در خانه سالمندان کار داشت، باید قطع کنم، باید متوجه کاکایم باشه. کوبلای خانه سالمندان گفت هدفش چی بود؟ آدم جوان در خانه سالمندان چی میکنه باورم نمیشه، اما مرا ببخشید. کوبلای یگان دفعه براستی فکر میکنم بیعقل هستی. نباید به خانهش زنگ میزدم، چرا برام گفتی زنگ بزنم ها؟ داره که تلفن خود جواب نده، با کجا زنگ میزنیم خانم؟ اصلا شما نگفتین این سوء تفاهم رو باید برطرف کنین، گفتین که این کار با ما نمیزیبه. درست است، قدر گپ نزن. خانه سالمندان گفتین نه؟ دروازه رو باز میکنم. همین دروازه باز کردن خوب یاد داری. زنده باشی بیادر خانه آباد. من مطمئن هستم که ایره تو فهمیده میتونی که من از چای بسیار نفرت دارم. تو بیرون کشیدی قهوه‌ت نوشیده میتونی بچه. بخوریم، من بیازو هر روز میخورم. یعنی که دگرول کپوس به خاطر پیروزی دهی عملیات تو را وظیفه داده؟ بلا از ای که اینجا هستم هیچ به شما نیستم خماندان. کپوس یک آدم بسیار زیرک و هوشیار است، همه چیز فکر میکنه. تو چطور هستی بچه؟ من خوب هستم. هدفم صلاح و وظیفت نیست. میفهمم که اونا رو خوب پیش میبری. در زندگیت رئیس وجود داره یا نه؟ ای بسیار مهم است بچه، ای بسیار مهم است. رئیس یعنی در زندگیت ای بسیار مهم است بچه. دوست دختر داری یا نه که تو را خوش نگاه کنه؟ معشوقه، یار، همراه زندگی، معنی زندگیت.
مفهوم زندگیت مثل نور چشم، میوه قلب، جنس لطیف، محبت، عشق، فامیلیانه بچم، دختر از دختر در زندگیت هست یا نه؟ یا پروردگار، او به این قدر اسم مسماست؟ هنوز از کتاب یک ورقش نگفتیم. یکیش بلند، دیگهش انوار است. یکیش آسمان و دیگهش زمین است. یکیش باران و دیگهش خاک است. یکیش شب و دیگهش روز. یکیش مشت و دیگهش قلب. یکیش سنگ و دیگهش باد. سنگ آدم خراب و خسته میکنه، اما باد است که برش جهت میته. باران غرقش میکنه و از بین میبرش، اما زمین است که او را میخواه. مشت ضربه میزنه، اما قلب است که او را به خود جذب میکنه. یکیش دود و دیگهش آتش، یکیش خواب است و دیگهش حقیقت، اما هر کدامش بدون دیگهش ناتکمیل است، امکان نداره. از همین خاطر در زندگیت اگه محبت نباشه، قلبت هر قدر بزرگم که باشه، آدم ناتکمیل هستی بچیم. یعنی آدم ناقص و نصف هستی، فهمیدی یا نه بچیم؟ او بچه، مهمان ما یک قوی دیگه میخواه. مهمتر از همه میفهمی که چی است تورن بزرگ؟ یک خانم به تو ضروری ترین چیزی را که میخوایی برات میته. یک خانم برات انرژی مبارزه کردن میته و ای بر یک جنگجوی مثل تو بسیار با ارزش و سرنوشت ساز است بچیم. فهمیدی یا نه؟ راستش درباره گپایتان ما فکر کرده، اما زندگی اکثرا طبق خاص ما پیش نمیخونه. خوب گپای تو رو میشنوم. ایران جان، حال از اینجا محکم بگی و قدمبان ما همراهت هستم، با هم پیش میریم، درست است؟ در قدم اول ای پایتا میگیریم بچه. خب باز دیگهشه. آفرین. همی قسم. عجله نکو. آفرین. آهسته آهسته کمی پیش بیا. بازم کمی پیش میرم. آفرین. ایران چطور هستی قنده؟ خوب. چقدر خوب شد که تو هم آمدی مادر. هیچ نپرس، بسیار خوب شد، بسیار. کم از کم اونا تناخو ماندن. با ایران بیادر متعجب شدنی؟ هیچ نپرس، زیاد متعجب شدن. های ماشالله. آفرین به تو ایران. خدیجه اینجا آمدیم، اما ایران داشته به خانه تنها ماندیم. پیش خاله سلور است، راحت باش. خدا ازش روزی باشه، اما چی بگویم؟ فکرم طرف او از خدیجه. و دیگه ما چرا اینجا آمدیم؟ یکی به خاطر نان خوردن بیرون آمدیم، یک جای خوب تر می رفتیم، کباب می خوردیم، زیاد پشت کباب دق شدیم جانم. چی فرق میکنه؟ چی گفتن؟ قلبای ما یکی باشنی؟ بله. بایرام من به تو چی میگم قلبای ما یکی باشه. درست است خدیجه، قلبای ما یکی باشه. براستی تو آدم میکشی، باور کو بایرام. آره ما چی کردیم خدیجه؟ ما چرا کسی را بکشم؟ میفهمی تو رو جگر خون دیدن نمیتونم. بفرمایین. هیچ چیز. ای بیادر، بیبی اشتباه کردی بیادر. بایرام بیادر تو را میگم ایسای کو. آی بایرام. باز چیزی را فراموش کردیم. سال روز عروسی ماست، همیشه خوش باشیم. ای خدیجه تو جانم هستی. چیز هست مرا خو میشناسی، من ای چیزا را فراموش میکنم.
بازم محمق فراموش کردم. آی مهم نیست، همی که بگویم به پای هم پیر شویم بس خلاص. خدیجه تو که هستینی، تو کل زندگی هستی، تو یک دانیم هستی. چیز کیک بخوریم. بیا بیشی. ای خدیجه تو یک دانه هستی جانم. درست است که کمی خوریم دیگه. باران تناستی؟ بله بیا داخل. نهاده گرفتن. چی؟ اما چطور امکان داره؟ یعنی در نقطه صفری مرز بود، همراه شما افراد زیاده بودن، چه قصه موفق شدن؟ نمیفهمم چطور، اما گرفتنش دیگه. من از کجا بفهمم؟ او هم دست ما بود، حالا چی کنیم؟ به احتمال زیاد پیش دولت هست. من کوشش میکنم سر نخ پیدا کنم. یک راه و چاره پیدا خود کردیم. باران ای احمقا از حدشان میگذرن. در این موضوع صلاحی زیاد استفاده شده. در این کار جنایت های زیاد دخیل است. در این کار تو دوباره چی گپ میزنی؟ تو چی فکر میکردی؟ با ترکیه میایم مباحث میرا را شرکت میکنیم و جلسه برگزار میکنیم و دوباره برمیگردیم. همین قسم هست ها؟ چی فکر کردی؟ اگه میخوای یک دونه گیتار در دستمو بگیرم و آهنگم بخونیم، چطور میتونی فکر کنی که اینقدر پیسه و اینقدر سلا در کار بدون خونریزی باشه احمق؟